مبارزه بر ضد جنایت‌های اخلاقی عامل اساسی پیشگیری از عمل‌های نامطلوب جوانان به حساب می‌رود. زیرا مناسبت و کردارهای غیر اخلاقی افزایش بیماری‌های سیراتی و در بعضی موارد به مناقش حتی به فاجعه می‌انجامد. جنایت آدمکشی که در شهر وحدت به قید گرفته شد، عامل اساسی آن این مناسبت محرمانه گمانبر با جبر دیده است. عمل و کرداری دور از اخلاق انجامی خوب نداشته با ویران گردیدن طلبات قانون یا صادر شدن جنایت‌های مخصوصاً وزنین آورده می‌رساند. در شهر وحدت مناسبت محرمانه جوانی 23 ساله با یک نفر زنی 50 ساله به مناقشه و لطوکوب تبدیل یافته به جنایت آدمکشی انجام یافته است. جنایت سنه 31 دکبر سال 2021 صادر گردیده است. شهروند یولداشتزاده منوچهر طلبک سال تولدش 1999 استقامت کننده جماعت دیهاتی کریم اسماعیلوی شهر وحدت در منزل استقامتی شریپова دیلارام حکمت‌الله‌یونا سال تولدش 1971 واقع در کوچه کمال خوجندی شهر مذکور با صاحب خانه مناقشه نموده با راه بوغی کردن شریپova دیلارام را به هلاکت رسانیده است. دو شب است برام حقارتاش پیش چشم اومد و همینجاش جیخیدم 10 minut جیخیدم چشم پوش دیگه ترسیدم سر دادم سر لباسم پوشیدم طورمون صندوق تکر پویا ساعتما 5 دستمه یافتم گرفتم سر لباسم پوشیدم در از نشاندهی دستگیر شده برمی آید که مناسبت محرمانه او با مرحوم در همین منزل استقامتی صورت گرفته است و دشنامهای قبیح شریپova دیلارام او را وادار کرده است که به جنایت آدمکشی دست زند. با دایر نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت جنایت مذکور آشکار و صادر کننده آن دستگیر کرده شد. با در نظر داشت حالت‌های جای داشته نسبت یولداشتزاده منوچهر در پروکراتوره شهر وحدت با دسترسی ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد.